بیزار بودم از تسلیم شدن و به همان اندازه بیزار بودم از راه دادن ناامیدی به قلبم. اما آیا واقعا امیدی وجود داشت؟ از این شبه داره بارون میاد، خیلی باده. وای خیلی بارونه. دوست داشتم دریای بارونی رو ببینم. میرم ساحل. بشم ولی چطور میشکنه. قبل از اینکه بیشتر از اینی که هستم بشم برگردم خونه. اغلب بهترین قسمت‌های زندگی اوقاتی بودند که هیچ کار نکرده ای و نشسته ای و درباره زندگی فکر کرده ای. منظورم این است که مثلا میفهمی که همه چیز بی‌معناست. بعد به این نتیجه میرسی که خیلی هم نمیتواند بی‌معنا باشد، چون تو میدانی که بی‌معناست و همین آگاهی تو از بی‌معنا بودن تقریبا معنایی به آن میدهد. میدانی منظورم چیست؟ بدبینی خوشبینانه. بازار فقها و بزرگانی که میشناسید از حال عرفان در اون مرتبه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم ادامه 300 چوب بذارش در فکرت قبل کن. اگر توانید آنقدر را ببرید. پس تو دست بریده خون‌آلود در روی ما. امروز اولین روز شروع ترم جدیده. حدوداً یه رو دیگه کلاسم شروع میشه. بعضی از درسام آنلاینه. احتمال میدم که این درسم هم کلاسش آنلاین باشه، یعنی هنوز که مشخص نکرده. امروز مشخص میشه.